با اقدام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سال 2018 سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان گردیده است. امروز تمام مؤسسه‌های دولتی که در موضع‌های زیبای کشور جای گیرند آماده‌اند که سیاحان را قبول و با فرهنگ ملی خود آشنا سازند. همین است که کارمندان ممنوعگاه دولتی یادگاری‌های تاریخی فرهنگی قلعه حصار نیز اقدام نجیب سروری دولت را سریع حسابیده تمام سعی و کوشش خود را برای قبول سیاحان داخلی و خارجی روانه ساختند. با آثارخانه ما هم مهمانانی گوییم که داخلی و هم مهمانان خارجی تشریف می‌برند. بیشتر آنها از سیاحان مثلا آلمانی هستند، از فرانسه، هندوستان، از ژاپن در اینجا از آثارخانه ما دیدن کردن و البته فکر و عقیده خود را در نسبت آثارخانه ما در مخصوص کتاب قید کردن و از آن مینتدار شدن که در حقیقت آثارخانه ما یکی از آثارخانه‌هایی که گوییم که طلبات جهانی دارد و نسبت همین ساخت همین آثارخانه هم توجه بیشتر داشتند. موافق معلومات کارمندان ممنوعگاه دولتی یادگاری‌های تاریخی فرهنگی حصار تا به امروز در اینجا نزدیک به 6000 آثارهای تاریخی و فرهنگی جمع‌آوری کرده شده است. اوما گیریم اگر در آثارخانه تاریخی کشورشناسی شهر حصار بسیار بازیافت‌های تاریخی یعنی محفوظ می‌باشند و این بازیافت‌ها تصادفاً از دست مردم گرفته می‌شود، آنها آورده به ما تحفه می‌کنند. یکی از همین گونه آثاری که در دست من قرار دارد این تبری مسی میباشد. نسبت این تاریخی نسبت این تبری مسی البته معلومات داده شده است در ادبیات سرچشمه‌های تاریخی. گفتند لازم است که تبری مسی یعنی به دوره‌های قریب زیاده از 5000 سال یعنی همین تاریخ خود را دارد که مردم با هنرمندی کسب یعنی ریختگری دیگر کسب‌ها شغل می‌ورزیدند. باید گفت که همروزه به این ملک زیبا منظر ساکنان شهر و نویه‌های مملکت و مهمانان و سیاحان خارجی کشور تشریف آورده از آثارخانه دیدن می‌نمایند و با فرهنگ و مدنیت تاجیکان آشنا می‌شوند.